مسئله دیگر عزیزان مسئله زبان است. وای چیکار کنیم که این مسئله دیگر از مشکلی های کلانترین تربیه هست. از زبانی مادری گم کردلک میرسد روز وطن گم کرده اول. این شعر شاعر یا شعر لایق راست است که امروز کودکان زبان گم کرده فردا دیگر نمیدونند که آنها برای چی پدر و مادرشان مهاجرت کرد، برای چی پدر و مادر آنها از وطن برآمد، سبب چی بود، وطنشان اصلا کجاست، این رو فراموش میکنن. من شخصا خودم شاهد هستم وقتی با کودکان زیاد در زوم درس داریم اکثریت کودکان زبان تاجیکی رو نمیفهمند. اکثریت صحبت کرده نمیتوانند. 10% که صحبت میکنند یا 10% که صحبت میکنند آنها هم با یک عذاب و مشکلی. عزیزان باید پدر و مادران مواظب زبان کودک خود باشید. کی نباشد هم کودک باید مادرش که هست، پدرش یعنی از کدام دولت است، از کدام قوم است بشناسد. سلمان با سلمان فارس بودن مشهور بودن، صهیب با صهیب رومی، بلال با بلال حبشی. این قوم پرستی ملتچگی نیست، این اصل خود را شناختن است. وقتی اصل خودت را نمیدانی پس تو هیچ چی را نمیدانی، هیچ چی رو نمیدونی. حتما باید در مسئله زبان کاش به جای این همه اختلاف ها و هزار و یک افیر و سنگ زدن ها تاجیک ها با هم یک اتفاق میکردیم، برای کودکان یک درس زبانی تاجیکی باز میکردیم، یگان حتی شعرخوانی باز میکردیم که نطق کودکانمان برایت. به جای این ما یکی از اروپا، یکی از تاجیکستان، یکی از روسیه، یکی از ترکیه داریم، فقط با همان حقارت و دشنام نمیدونم با سبحان الله با گفتن مهاجران داریم وقتی خود و عمر کودکان خود را هم ضایع میکنیم. یعنی مسئله زبان خیلی مهم است. کودکی که زبان تاجیکی نمیداند و چگونه صله رحم میکند، چگونه با بابا و بیبی و خاله و عمکی خود صحبت میکند. باز مشکلی ما این است که ما اینقدر انسان های، یعنی ببخشید هیچ چیز نگویم بهترش، این گونه انسان ها هستیم که فخر میکنیم. کودک من هیچ تاجیکی نمیداند، کودک من در خانه فقط روسی حرف میزند، کودک من در خانه فقط با نمیسی صحبت میکند، اصلا کودک من با بابایش صحبت کرده نمیتواند. این فخر نیست، رذالت است، شرمندگی هست، پایانی مدنیت و پایانی فرهنگ است. خود را فراموش کردن و اصل خود را فراموش کردن است. خود را فراموش کردن و اصل خود را که از این زیادش نمی شود. امروزه سیگان ها یا همون بعضی ها جوگه میگویند، بعضی ها لولی میگویند، آنها رو ببینید در هر دولت در زبان همان دولت پیوست میشوند، هیچ اصل و نسب مثلا ندارن. اگر تاجیکو هم این گونه دوام کنن همین گونه میشود. وقتی من و شما پروا نداریم که کودک ما تاجیکی میداند نمیداند، تاجیکستان در کجا هست میداند نمیداند، برای چی پدر و مادری او از وطن برآمد میداند نمیداند. اگر ما هم بی پروا شدیم فردا همین گونه جوگه های تاجیک یعنی در اروپا و در آسیا ببخشید خیلی زیاد میشویم.